الان دیدید که ماه گذشته چه آزمایشی انجام دادن؟ خیلی جالب بود. 2 نفر خوابوندن، کپ گذاشتن روی سرشون و فیلم رو تبدیل کردن و مفاهیم تبدیل کردن به امواج الکترومغناطیسی فرستادن برای مغز. جفتشون رو بیدار کردن، یه خواب دیده بودن. 2 تا آدم مجزا یه خواب دیدن. آره مثلا ما خواب دیدیم، مثلا چه میدونم سیل اومد، نمیدونم فلان شد، به همان یه جای بودیم دار و درخت داشت. چون اینا، ببین یه مثال براتون بزنم، این آبه. شما یه درکی از این آب دارید بچه‌ها. این که چجوری بیانش میکنی اصلا مهم نیست، ابدا از ذره اهمیت نداره. تو بگو آب، اون که بگه سود، تو بگی واتر، اون که شکلشو بکش، اون که بگی من هر دفعه اینجوری کردم مثلا یعنی آب. قرارداد اینها. شما چیپس تو سرتون گذاشتید، روبروتون هم چیپستون. شما به آب فکر میکنید، مفهوم آب زاده میشود، انتقال پیدا میکنه، اونم میفهمه. شما به هم نگاه میکنید، با هم حرف میزنید، بدون یک کلمه حرف رد شه. میگه خیلی خوبه، پس بریم این کارو بکنیم. نمیتونی جلو مردم رو بگیری، همونطور که دم اینترنت نتونستی جلو مردم بگیری، همونطور که 100 جای دیگه نتونستی جلو مردم بگیری. بابا تکنولوژی رفاه داره میاره. طرف میگم میشه زباندان 70 تا هر چی الان گوگل ترنسلیت داره انجام میده، هر چی همین چت جی پی تی الان داره انجام میده تو حوزه زبانی، اونم میتونه انجام بده.